شکر کنی نعمتت افزون شود، ور نکنی از کفت بیرون شود. البته نانم یکی از نعمتهای خیلی قیمتی هست که تمامی نعمتهای دنیا دل آدم میگیرد لیکن نان نمیگیرد. در همه طعام، در همه حالت نان ما و شما خورده میتوانیم. وقتی او را زیر پاکی پرتافتی، حتی در حدیث های همین هزار حدیث هم آمدگی است که پیغمبر خدا گفتن اکریم الخبز، شما نان را احترام کنید، نان احتیاط کنید. صد افسوس که امروز معرکه های ما و شما تماما توجه به نان نمیدیم. نانها در بالای دسترخوانها قاق میشوند، نانها در داخل دسترخوانها همون پوپنچک میگیم چی میگیم همونها میزند، پروا نداریم، اهمیت نمیدیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما از شما خواهش میکنم که در جمعه آینده با ما امام عسکری جان را نقل کنید. راستی بار به حاجتم نیست و قصه این امام عسکری جان ما هم نمیدونیم. خدا رحمت و مغفرت چون کنه در کجای باشند، لیکن در همین موضع های ما و شما نیستن. اینا همین حضرت امیر سیدی علی حمدانی واقع هست. دیگر این عزیزوارهایی که در اطراف ما و شما نامهاشون نمیگیرن، اینا اکثریتش وجود ندارن در اینجا. اینا همش عرب هستن، همه اینها نبیره ها نواسه های پیغمبر خدا هستند. اینا از کجا به اینجا رسیدن؟ حتی همین حضرت سلطان ویس قرنی که اینقدر مشهور است، اینا در حدیث های صحیح پیغمبر میگذارد که در جنگ حضرت علی کشته شدگی است، از جانب حضرت علی جنگیدگی است و در همین جنگ حضرت علی نابود شده است. و در وقتی که در اون مدینه که جنگ شدگی است، از مدینه به این خاولین غیر کی آورد؟ راستی بار من با حضور همون حضرت، لیکن سلطان ویس قرنی بسیار آدمی به نهایت به خدا نزدیک آدم بودن، زیرا پیغمبر خدا را ندیده بودند، لیکن پیغمبر خدا از سلطان ویس قرنی یاد کردگی هست. در حدیث میگذرد که ابوبکر را میگوید که ابوبکر تو وی را نمیبینی، لیکن عمر تو وی را میبینی و طلب کن که در حق شما دعا کند. این پیغمبر خدا در حدیث ها گفتگی است. از کجا میشناسیم؟ در همین کف دستش یک سفیدی هست، وقتی دیدین بدانین که وی سلطان ویس قرنی است و دعای او را قبول کنین و دعای او را بگیرین. این در حدیث ها میگذرد. اینجا یک شعر نویساندن، التماس همین شعرهایی که شما ایجاد کردین رحمت، لیکن همین شعرها و این شعرها ما باور کنین یعنی سزاوار هم نیستیم. قدر شعرهایی که مثال در اینجا اینقدر وصف و صفت کردن. برای همین سوالش رو میخونیم. سلام داملای عزیز و عالی، قدر ما از شما خواهش میکنم که به سوالهای ما جوابهای درست دهید. سوال ما چنین است: در یگان پنجشنبگی دعا کنن در دسترخوان کارچه باشد درست است؟ این کارچه دمیره دعا را نمیگیره. در پنجشنبگی دعا کردن با بودن کارچه و نبودن کارچه هیچ حاجت نیست. تا حال همون عقیده های کهنه و عقیده های باطله که هستن، همینا تا حال در مینه سر ما و شما جا دارن. اگر با پیش نماز گذارن نمازت قبول می شود یا نه؟ البته نماز قبول می شود، نمی شودش این نزد خداست، لیکن نماز شما را نمی برد. یعنی بعضی آدمایی هستن که از پیشون آدم میگذرد، در حال چیکار میکنن؟ میگن نماز من بریده شد. نه، نماز بریده نمی شود، نماز فاسد نمی شود، ویران نمی شود، نماز دوام ده. همون آدم گذرنده گناهگار می شود. کسی با پیش نماز کسی میگذرد، حتی حضرت امام ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن من 40 سال در یک جا راست ایستادن به عهده میگیرم، لیکن به پیش نمازخوان نمیگذرم، از گناه وزنین بودن این. برای کسی که نماز میخواند اول جای خودش را مناسب کند، یک جای بخواند که جای گذرگاه مردم نباشد و هر یک آدم گذرنده هم احتیاط کند به پیش آدم نمازخوان نگذارین که گناهگار میشوید. لیکن وقتی گذشتین شما گناهگار شدین، لیکن در نماز او هیچ خلل پیدا نشده است، هیچ نقص پیدا نشده است.
اگر در کرته یا در